من همسرم یعنی که ابروها یعنی کم از موقع مقرری یعنی که زیادترن و من اجازت میپرسد که من کم کنم، من اجازت ندادم. گفتم من جایز نیست من این کارو کردم. قاش چه مقصد؟ بله. اگر قاش مثلا مابین دو قاشش و مو برآمده باشد، این مابین دو قاش باید یعنی که گشاد باشد، اصلا گشاد است. لیکن اگر همینجاش هم پر را باشد ولی اینجاش کندن ممکن است، یا اینکه در جاهای پیشانه هم برآمده باشد، یعنی از جای مقرری کلام باشد. واقعا یعنی هر یک کسی که بیند گفت که این قاشش غوثی بد بوده است مثلا گوید، الله اعلم. لیکن اصلا قاش خودش چیندن ممکن نیست. اگر قاشش قاشی فاحش باشد، مثلا واقعا من تا همینجا هاش آمده باشد، یا یعنی که در روش مو باشد یا ریش برآورده باشد زن، یعنی باید زنک ریش نداشته باشد. لیکن از زنک ریش داره و میتواند و از بین برد، یعنی از طبیعت اصلیش بیرون باشد. قاش مقرری نه، چیندن قاش گناهی است که پیامبر صلی الله علیه و آله لعنت کردن و وقتی که لعنت کردن دلالت به کبیره بودنش میکنه. همون قاش چینک زنهای هم لعنت کردن، زنی که قاشش میچونه اوی هم لعنت کردن. معنای لعنت این است که از رحمت الله تعالی دور باد، دعای بد کردن.